به نام خدا، با آموزش نصب برنامه دیالوگس همراه شما دوستان عزیز هستم. برای نصب برنامه دیالوگس ابتدا وارد کروم میشیم. بعد از وارد شدن به کروم، دانلود دیالوگس رو تایپ میکنیم. وارد سایت پی سی دانلود میشه. از پی سی دانلود فایل مربوط به دیالوگس رو دانلود میکنیم. یه دونه رمز فایل هست، رمز فایل رو کپی میکنیم. برای اینکه زمان ویدیو کوتاه‌تر بشه من از قبل براتون دانلود کردم. همونطوری که میبینید یه فایل داریم. از قسمت فایل قسمت ستاپ رو باز میکنیم. کدی که کپی کرده بودیم رو اینجا پیستش میکنیم. در مرحله اول محل ذخیره سازی دیالوگس رو انتخاب میکنیم، مثلا توی لوکال سی. در قسمت بعدی برای لایسنس های دیالوگس آی اگری رو فعال میکنیم، گزینه نکست رو میزنیم، دوباره محل ذخیره سازی لایسنس ها، گزینه نکست و دیالوگس شروع میکنه به نصب شده. همونطوری که مشاهده میکنیم دیالوگس قرمز و دیالوگس آبی برای ما نصب میشه. در آموزش بعدی نحوه کار با دیالوگس آبی و قرمز برای تنظیم روشنایی مناظر توضیح داده میشه. ممنون از حسن توجه شما.